از باشگاه کاوه دامغان. مسابقه بسیار خوب بود و همه چیش به جا بود. با 4 سوارکار و با 4 اسب در مسابقه باشگاه آهیر شاهرود شرکت کردیم در رده‌های تشویقی و مبتدی. یه موفقیت خوبی هست که توی باشگاه شاهرودمون انجام شده. باشگاه جدید زدن، اسبای خیلی خوب آوردن و سطح سواری شاهرود خیلی بالا و عالی شده. برگزاری منظم رده‌های پایه بسیار کمک میکنه برای پیشرفت و توسعه سوارکاری و ایجاد اعتماد به نفس خوب برای سوارکارای ما. خروجی این مسابقات این بشه که سوارکاران و اسباشون بتونن رده‌ها رو پر کنن و انشاءالله میخوایم مبنا رو بر این بذاریم که توی نیمه دوم امسال مسابقات در رده‌های دی و ای در سطح کشور سوارکاران بتونن شرکت کنن.